مدرسه که سیارنگ ولی خلق مردم شوتنگ امرای ما کنه جنگ دی ما را کد سنگ پای ما شولنگ پولیسا به کتفنگ گیری بهم دگننگ مدل شودگر رنگ دنیا کلان است نیتنگ نیچه زن خود نمیکنیم الان. نه از دو زنه کدام قصه داری چیزی داری ترسیدی؟ اتر از میگه 100 بار گفتمت که 10 یار نگیر. آها. از 9 و 8 و 7 کار نگیر. 6 و 5 و 4 هرگز به کس وفا نکن. از 3 و 2 بگذر یک یار وفادار بگیر. ایول خدا یکی یارم یکی یه همچین چیزی گفته. بچه ها واقعا حال زن دومشو پرسید انقدر عادی. من یه جای شنیدم که تو افغانستان یه چیز خیلی عادیه زن دوم سوم چهارم پنجم ششم واقعا اینطوریه؟ حالا تو شما تاییدش میکنید یا نه الکی میگن؟ الان اینو پرسیدش یادش افتادم. دبیکلکا یک چیز حساب میکنی هیچ چیز. اتور از فامی برادر بزرگوار بفرمای. مخ بیشترم خودم معرفی کردم که من از تو ملنگشاه تخلصم انتظار توکل کل ما پروردگار که از گنگس است کس و شار کس نیشه است کس خمار کس غریب است کس پیسدار نی دلار خوشمنی کلدار به جز رضای پروردگار نی قرقلی میمانه نی پکول و نی دستار اگه اضافه کنم گفتار کدام تان شقال کل خطرناکای 2004 ما ملنگ پاچا سای پایمانار ملنگ حضرت شیخ صدودین انصار که با ولی خدا داریم افتخار. اگر پلیس مارد داشته باشد اشار اگر اردی ملی در مرزا باشه بیدار اگر امنیت ملی در تقی باشه چی میکنه مسلمان کفار. وای بچه من اگه جای مجریه باشم اصلا حرفشو قطع نمیکنم ببینم کجا کم میاره. کفار چور اقناقش انفجار چور غریبی بیچاره شووگار چور امتاری بمره مردار یک چکر بر المند قندار پس دوره که بیاد مزار در آیده لغمان برای از نینگرار بر پکتو پکتیکا پس به داخل شار یک پوخانه را بند که در دولمان یکی در بالای سار. وای بچه خدا وکیلی این بداهه داره میگه بعید میدونم اصلا امکان نداره یه نفر بداهه این همه صحبت بکنه. واه کیبل است یا تار میگه ما خوست نمی بیدار خیچور دشمن مدراید شار ما دیوغانان میگروزم دیگه پارک زرنگار از دست برادرای بزرگوال آل ما مزدور شدیم دیگه بادار بهتر اموز که فهمی حالا در جای خود بشینیم قراری مردم ما بکنم شمار کسی جی لاغر است کس بردار خب کس فهمی ما وره نمی رقم تنز میگه هم شیر میگه هم اخبار به خاطر که موتی یک دفعه در وطن هم کدیم دیدار قدم هم مثل بید است تو مثل چنار. اصلا به صورت عادی حرف نمیزنه. خدایا چه استعدادایی. بعضی آدما چه استعداد عجیب غریبی دارن. من مطمئنم ایشون شاعرم هستش. برای من بنویسید ببینم درست حد زدم یا نه.